дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти Суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. имрӯз барномаи дурахшон барои дарёфти истеъдодҳо саҳми арзандаи худро аз телевизиони вилояти Суғд албатта гузошта истодааст. зиёда аз 25 нафар ҷавонон ва кӯдакону наврасони соҳиблаёқат аллакай дар ин барнома ширкат варзиданд ва таби шуморо албатта болида сохтанд. ва имрӯз аз гӯшаву канори Тоҷикистон барои барномаи дурахшон ба ин унвони баланди барномаи дурахшон занг мезананд ва ин суфраи барномаи дурахшон онҳоро қабул мекунад ва муаррифӣ мекунад. ва имрӯз низ барои дарёфти истеъдодҳо ин барнома саҳмгузор аст. дар ин барнома албатта метавонанд ҳар нафаре ки дорои лаёқат аст, истеъдоди фавқулода аст, дар кадом намуди ҳунар набошад ё истеъдод набошад, метавонанд муроҷиат кунанд ва ба барномаи дурахшон албатта омада иштирок кунанд. имрӯз низ бинандагони азиз, мо мехоҳем таби шуморо болида гардонем. як нафар ҷавони муваффақро албатта дарёфт кардем, яъне ки худашон муроҷиат карданд. мо мехоҳем он нафарро ба куллӣ ва албатта бо самимияти афзун барои шумо муаррифӣ кунем. бояд бо кафкӯбиҳои самимӣ қаҳрамони барномаро истиқбол мекунем. خب بار دیگر درود بینندگان عزیز، برنامه رو آغاز میکنیم. من باوری دارم که برنامه امروز خیلی البته گوار و دلنشین میگردد و قهرمان برنامه امروزه ما که خیلی انسانی دانشمند هستند، جوانی سازنده هستند، میرزابایف امیرجان. پیش از همه شما رو خوش آمدید میگم و اون نفرانی که میخواهند به عنوان برنامه درخشان البته مراجعت کنند. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خودی شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس محض برنامه درخشان، منبری بلند برنامه درخشان از تلویزیون ولایت سوخت برای شما است. حالا رقم تلفنی که برایتان البته نمودار است، زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام شما میتوانید البته مراجعت کنید و ما کوشش میکنیم البته استعداد و مهارت شما رو بهره بینندگان عزیز البته نمایش دهیم، یعنی پیشنهاد کنیم و هر نفری که اشتراک میکند از جانب همکاری برنامه، از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت صاحب انمین جام زیبای برنامه درخشان میگردند. میخواستم در ابتدا برای بینندگان عزیز خود را معرفی کنید. خب تشکر زیاد که مرا به این در برنامه درخشان دعوت کردید. من میرزابایف امیرجان هستم، دانشجوی کورس چهارم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان تحصیل علم میکنم. همزمان با تشکیلات‌های جمعیتی و تشکیلات‌های بین‌المللی فعالیتی کاری میبرم و کوردیناتوری شبکه ملی جوانان برای آب اقلیم که از جانب کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته حفظ محیط زیست و یونیسف تاجیکستان در تاجیکستان تشکیل کرده شده است. کوردیناتور در ولایت سوخت هستم. آفرین. یعنی که این مسئولیت خیلی بلند است. بله. خب امیر جان، من قبل از میخواستم در برنامه امروزه صحبت کنیم. صحبت ما باید آزاد صمیمی باشد. میخوام اطراف استعداد شما، استعداد امیر جان همانگونه کشیم که امروز داروی چقدر استعدادها است. برنامه ما رو تماشا میکرده پیشتر هم؟ بله، برنامه را تماشا میکردم. چندین دوستان هم در اینجا شرکت ورزیدند و آنها توصیه دادند که من هم چون یک جوانی فعال استعدادهای خود را طریق تلویزیونی سوخت برنامه درخشان نمایان کرده باشم و امروز خواستم که با درخواست گذاشتن به شما امروز به من میسر گردید که امروز در برنامه شرکت ورزم. این برای من یک فخر است. آفرین. ما نیز افتخار میکنیم که چنین جوانانی وطن دوست داریم و با جرأتانه مراجعت میکنیم. شاید بعضا نفر بگوید که همین رفتی مراجعت قبول برنامه درخشان چگونه باشد. بیاید از همین لحظه خودتون که نوبت خودتون آمد اشتراک دارید چگونه شد مراجعت شما؟ بیاید همین رو آشکارا بگویید. مراجعت کردن دشوار نبود. راستی گپ، از یک دوستم نمرهای تلفنی واتساپ را گرفتم و به خود شما مراجعت کردم. در همه وقت نمیدونم ساعت 8 بیگاه بود الکی. هرچند که دیر باشد هم خواستم بیان کرده باشم و در همونجا شما به من جواب دادید. خرسند شدم که الکی درخواست را قبول کردند، گفتن آزادانه بیان کردن. کمتر خودم رو به شما معرفی کرده بودم و از آن دستاوردهایی که دارم یکی از آنها رو به شما گفته گذاشتم
و روزی معینی که برنامه ثبت می‌گردد به من خبر دادید و امروز میسر گردید که امروز در برنامه شرکت ورزیده آن برآمد کردیم. یگان دشواری پیدا نمیشد برای مراجعه کردن. و من نیز در این لحظه ها میگم که هر نفری که داروی قابلیت است یعنی استعداد است میتواند به یگان طرز یعنی که با جسوری با دلیری البته به عنوان برنامه البته مراجعت کنید. ما شما رو با صمیمیت افزون در انمی استودیو تلویزیونی ولایت سوخت منبر بلند برنامه درخشان البته انتظاریم. خب امیر جان رو امروز در انمی منبر چگونه معرفی کنیم؟ داروی چی قابلیت ها است و چی دستاورد ها است تا امروز؟ تا امروز دوامی 11 سالی خوانش در مکتب و 4 سالی خوانش در دانشگاه و دستاوردهای نایل گشتم که آن را با یک سخنهای عادی ابراز کردن مشکل است. راستی غیر امکان است. بله غیر امکان است گویم هم میرسد. هرچند که جوان باشم، خیلی جوان هستم، ولی همین سال 2025 به من میسر گردید که همچون وکیلی مجلس وکیلان خلقی ناحیه دیوشتیج انتخاب گردم در انتخابات و فعالیت اولهای خود را در خدمت دولتی در روند فعالیت در خدمت دولتی گذاشته باشم. بغیر از این چندین کرته گیرنده های استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، گیرنده استیپندی رئیس ولایت سوخت، گیرنده استیپندی رئیس ناحیه دیوشتیج و رئیس شهری خوجند هستم. همچون دانشجوی فعال باز یک چند استیپندی هایی که برای دانشجویان برای علم آموزان پیشنهاد کرده می شود از جانب اتفاق کسبه معارف، کارمندان سایه معارف و حزب خلق دموکراسی تاجیکستان پیشنهاد می گردد. نایل گشتم، گرفتم آنها را و میnnتداری خود را به پیشوای معظم ملت به سرور دولت محترم امام علی رحمان میرسانم که امروز برای ما جوانان آن دستاوردها، آن امکانیت‌هایی که جوانی دوره صاحب استقلال در دوام زندگی خودش نایل گشته میتواند مهیا کرده ایستادند، خیلی هم میnnتدار هستیم. امروز ما آن شرایط‌هایی که پیشوای معظم ملت برای ما جوانان با دستگیری کمیته کار با جوانان مهیا کردند تحصیل کرده ایستادیم، دیده ایستادیم. به سفرهای خارجی حتی با دستگیری های کمیته، با دستگیری های پیشوای ملت ما رفته آمدیم. دستاوردها خیلی هم بزرگ است. راستی گپ خیلی که در بالا گفتم کوردیناتوری شبکه ملی جوانان برای آب اقلیم هستم که از جانب یونیسف، کمیته کار با جوانان و کمیته حفظ محیط زیست تأسیس داده شده است. در ولایت سوخت نمایندگی میکنم، فعالیت میبرم. وظیفتون از چی عبارت است؟ وظیفه من هماهنگ سازی لایحه های گوناگون عاید به آب و اقلیم یعنی اکولوژی، معماهای اکولوژی که در جمعیت موجود هست و امروز به طبیعت تاجیکستان خوف رسان هستند، تاثیر رسان میشن، آنها را برطرف کردن طریق گذراندن چاره‌بینی های آموزشی، سمینارها، ترینینگ ها، کارهای فهماندهی. بله، کارهای فهماندهی بین جمعیت، بین جوانان، بین خوانندگان مکتب و عموما جمعیتی که در ولایت سوخت در 18 شهر و ناحیه ها زندگانی میکنند در آنها گذراندن است. تشویق درستی معرفتی اکولوژی بین جمعیت گویم هم این درست می شود. تا امروز چند لایحه رو هدف رس کرده؟ در دوام 10 سالی فعالیت، قریب 10 سالی فعالیت در سمت والنتیاری من گفته می توانم که بیش از 62 عدد لایحه های گوناگون اجتماعی را بین جمعیت گذرانیدیم. از آنها نتیجه هم گرفتیم، نتیجه ها گرفته ایستاده و اولین لایحه را من به شما میگم به سمت اکولوژی بود و این ساختن پرنیک در مؤسسه، بله، گرمخانه ها در مؤسسه بود و همگی با مبلغ 2500 سومانی ما توانستیم در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 ناحیه دیوشتیج یک گرمخانه خردکک باشد هم تأسیس داده باشیم که در دوره زمستان در آنجا به آشخانه مکتب هر گونه موادهای غذایی از قبیل همین کبوتی ها و به همین مانند موادهای خرده که برای غذای سالم به جوانان ضرور است، یعنی به کودکان ضرور است، تامین میکند و حالا هم این قریب که 10 سال میشد حالا هم فعالیت برده ایستاده است در نزد مؤسسه ها، در نزد مؤسسه ها و خودی همین گونه لایحه ها را قریب در 10 مؤسسه های ناحیه ما تشکیل کردیم، ساختیم، بنیاد کردیم. بعضی آنها حجمش کلان است، بعضیش خرد است، ولی نوبت از حجمی کلان و خرد داشتنشان تا حال دوام 10 سال می شود که به مؤسسه ها یاردم داده ایستاده است، یعنی یک نفع رسان می شود. بعضا باز برای آموختن در تحصیل کردن در خارجه یا اینکه اشتراک در چاره‌بینی هایی که سطحی بین المللی گذرانیده می شود، جلب کردن جوانان فعال از حساب تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان این به حساب می رود. ما
کار و فعالیت برده ایستاده و تا این دم من گفته میتونم که با همکاری کردن با تشکیلات‌های جمعیتی، با تشکیلات‌های بین‌المللی چندین جوانان فعال تاجیکستان را در سطح بین‌الملل با دولت‌های امریکا، با گرمانیا، با فدراسیون روسیه، با دولت‌های همسایه ازبکستان، قزاقستان فرستانده برای تحصیل کردن، برای علم آموختن و در فورم‌های بین‌المللی، لاگرهای بین‌المللی اشتراک کردن، مهیا کردیم در همکاری کمیته کار با جوانان، با همکاری وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان علاقه به همین گونه ما دستاوردها نایل گشتیم و خودم هم از قبیل آنها به چندین دولت‌های خارجه از قبیل ازبکستان، قرقیزستان، مسکو یعنی فدراسیون روسیه سفر کرده آمدیم. در چنین چاره‌بینی‌های سطحی بین‌الملل شرکت ورزیده پرچم تاجیکستان را بلند برداشته خود را معرفی کرده آمده ایستاده‌ایم. آفرین، احسن میگم. امیر جان، این آغاز برنامه بود. اکنون آغاز میکنیم به سمتی که امروز شما رو پرداخته دانش اندوزی. بله. من از هر پهلوها سوال میدهم، شما باید چوست و چالاکانه جواب دهید، چون شکل برنامه همین گونه است که من امروز باید از هر پهلو باید استعداد شما رو برای بینندگان عزیز معرفی کرده توانم که واقعا امروز میرزابایف امیرجان میتواند به همه سوالها جواب دهد. جوان دانشمند است. خب دانشی که تو امروز دارید امیرجان برای شما کفایگی میکند یا نه؟ نه. چرا؟ خیلی که میگن از گهواره تا قبر علم آموز و من هم کوشش میکنم که تا هستم تا میتوانم علم آموخته باشم. اون چیزی که ما میدانیم گفته میتونم که ما حالا هیچ چیز را نمیدانیم، باز هم ما باید آموزیم، کوشش کنیم علم خود را بلند برداریم تا اینکه به جمعیت خود به خلق تاجیکستان نفع رسان باشیم. آفرین، اصلا میگم. از دوره مکتبی آغاز میکنیم. خب در مکتبی چند تحصیل میکردی؟ در کجا؟ در ناحیه دیوشتیچ مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 51 دهه غزنترک تحصیل میکردم. آموزگاری اولینتون؟ بله، زینه اول، زینه میانه و زینه آخرین صنف‌های 10 و 11 نیز در همونجا گذشته است. ولی در این بین ما 2 ماه در مؤسسه پرزیدنتی که در شهر بستان هست در همونجا نیز تحصیل علم کرده ایم. اولین آموزگاری شما؟ اولین آموزگاری من حیدر و سعادت نام داشتن. حیدر و سعادت نام داشتن. امروز هم فعالیت میبرن؟ بله. آفرین، اصلا وقتی که میبینن که امروز دسترنجشون همین شاگردشون که توانستن همین گونه البته تربیت کنن، یک شخصیتی برومند در جمعیت معرفی شده ایستاده است، باری هم در یگان جماعت ها وا میخورید، چی میگویند؟ البته بسیاری وقت ما در چاره‌بینی‌هایی که در سطح ناحیه تشکیل کرده میشود ما را همچون یک جوانی فعال دعوت میکنند، در مؤسسه نیز تشکیل کرده دعوت میکنند تا اینکه با جوانانی که در مؤسسه تحصیل میکنند با آنها هم صحبت شده باشیم، با آنها از امکانیتایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان به ما جوانان مهیا کرده است فهمانیده باشیم، تحصیل علم را هر چند که بیشتر کنیم اون به ما یک کلید موفقیت‌های باز هم درهای بیشتر را گشوده میتواند آن را فهمانده میدهه و هر چنده که در چاره‌بینی اشتراک میکنم آموزگاری اولین من معلم حیدر و سعادت میبینند و فخر میکنند که این دست پروری من هست. میدونید من صنف یکم وقتی که به مکتب رفتم همچون سرداری صنف در گروه انتخاب کردن و 11 سال میشود که در مکتب همچون سرداری صنف فعالیت بردم و امروز باشد در دانشگاه همچون سرداری گروه فعالیت میبرم. یعنی که قابلیت رهبری از خردی داشته؟ بله. یعنی که همیشه در پیش، یعنی که با اختصار میگن لیدر بودن رو دوست می‌داره، پیش صف بودن رو دوست می‌داره. باید لیدر باشیم، لیدری حیاتی خود باشیم و همه وقت کوشش میکنم که همین زینه راهبری کننده، زینه لیدری با من باشد و حرکت میکنم که جوانانی که من با آنها همکاری میکنم با خودم پیش برده باشم تا اینکه نه تنها خودم بهره بردار باشم بلکه آن فعالیت، آن علم، آن ملکه‌ای که من دارم به دیگران نیز نفع آور باشد، یعنی به دیگران فایده کلان هم رسانده باشد. خب امیر جان، صحبت‌های باز هم شوق‌آور در پیش است. اینجا می‌بینم که با برنامه یک چند نمود دیپلم و سپاسنامه، افتخارنامه و حتی سرتیفیکات‌ها رو هم با خودتون آوردید. بله. شماره این دستاوردها چند عدد است؟ در اینجا من مقداری کمش را آوردم. من در اینجا در عموم بیش از 340 عدد افتخارنامه، دیپلم، سرتیفیکات، شهادتنامه های گوناگون
خب بینندگان عزیز برای شما آفرین میگم، بینندگان عزیز برای شما نشون دادنی هستم اینجا شماره زیادی سپاسنامه و افتخارنامه امیرجان رو ما جای کردن نتوانستیم. از کارگردان خواهش میکردم که در میز دوم برنامه ما آن رو گذاشتیم و همزمان باقی موندهش در خانه است. بله. و شماره زیادی دیپلم ها هست، افتخارنامه و سپاسنامه هایی که طول دانش اندازی به دست آوردید. همین طور است. بله، حاضر در اینجا که من این سپاسنامه، افتخارنامه، شهادتنامه که من آوردم و دیپلم هایی که در اینجا حضور دارد، این تنها در دوام 5 سال فعالیت خود، 5 سال آخر یعنی از سال 2020 تا سال 2025 تنها آنها را آوردم. پس از آنهایی که من افتخارنامه، سرتیفیکات هایی که دارم در خانه هست، آنها را نآوردم. متاسفانه عصبی که بسیار هست آورده هم نتوانستم. خب امیر جان، این سوال نمیدونم به شما سبکی میکند یا وزنی میکند. یک خصلت خوبتون رو میگویید و یک خصلت بدی که دارید. چه خصلت خوب دارید؟ خصلتی خوب بسیاری ها میگن، نمیدونم این راست باشد یا دروغ باشد، ولی همه میگن که صاف دل هستی. یعنی که قلبی کشاد، دلی کشاد داره، دلی کشاد داری، به همه یک رنگ مراجعت میکنی، به همه با یک دلی صاف صحبت. یعنی همه انسان رو با یک چشم میبینید. بله، با یک چشم. با یک چشم دید. بسیاری ها به من همین. این برای انسان، برای سفید رویش، برای انسان ها رو با یک رنگ دیدنش، این بسیار یک قابلیت خوبی انسانی است. آفرین میگم. خب چه خصلتی اصلاح شونده دارید؟ بعد نمیگوییم، خصلت دارید که باید اصلاح شود. بعد گفتن این فکر میکنم نادرست است، چون که هر یک کاری که ما میکنیم اون را ما میتوانیم اصلاح کنیم یا دیگر تغییر داده باشه. و در اول راستیگر میگم زود رنجنده بودم. تیز خفه به من، بله، تیز خفه میشم. اگر یک شخص به من یک سخنی بد گوید، من از آن میرنجیدم. و حاضر باشد با گذشت چندین سال من این خصلت خودم را کوشش کرده ایستاده ام که تغییر داده باشم و حاضر باشد نه آنقدر. با کدام مشق تغییر دادنی هستید؟ یعنی بخشیده ایستادید، یعنی که اهمیت نداده ایستادید به این سخن؟ چگونه این روندی؟ بیشتری وقت من راستی گپ اهمیت نمیدیم. هر چنده که یگان کس به من نسبتی من یگان سخنهای بد گوید، یگان سخنهایی که ناجا باشد نسبتی من، با اون اهمیت نمیدیم راستی گپ. و فکر میکنم که سخنی بد گفتنی بعضی جوانان، بعضی نفران نسبتی من، این اون را دلالت میدهد که من پیشرو هستم، پیشصف هستم و در زمینه‌های راهبری کننده فعالیت میبرم. این برای من یک موتیواسیون، یعنی این برای من یک تکان میدهد که خودم را باز هم از دیگر جهت خوبتر نشان داده باشم. آفرین، پاسخ بهترین، پاسخ بهترین. خب بهترین سفری که در خاطرتان ماند، یعنی که لحظه های جالب داشت؟ راستی گپ سوال خیلی هم با مورد است. من ماه اوگوستی سال 2025 یعنی همین سال به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر کرده بودیم. طول یک هفته از سنه 20 تا 27 اوگوست سال جاری سفر داشتیم و من از کودکی هم آرزو میکردم که منطقه بدخشان را دیده باشم. هرچند به سفرهای خارجه رفته باشم هم، لیکن اون موردی که من تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان را سفر بر کرده شده رفته آمدم دیدم، این برایم خاطرماندترین است. و همین سفر یک هفته‌ای که در بدخشان ما داشتیم از همه سفری خوبترین، جالبترین و خاطرماندترین بود. در آنجا 80 نفر جوانان فعال از شهر و ناحیه‌های گوناگون ولایت و جمهوری تاجیکستان در عموم از منطقه سوقد و ختلان و شهر و ناحیه تابع مرکز و شهر دوشنبه ما سفر کردیم به مهمانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان. رفتیم در آنجا در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان ما را مردمی بدخشان با یک صمیمیت خاصه، با یک مهر و محبت، با نوازش‌های گرمی دوستانه پیشواز گرفتن. این برای من یک هیجان آور است. راستی گپ فخر میکنم که امروز من یک منطقه دوردست تاجیکستان را، بدخشان کوهی را دیده آمدم. این فخر و یک امکاناتی جالب و یک خاطره‌های گوارا برایم است. آن کوه‌های سر به فلک کشیده، منظره‌های زیبا، راه‌هایی که مثل سفال است. می‌بینید راه هرچند که دور باشد، قریب که 1000 کیلومتر هم در بر گرفته باشد هم از شهر خوجند تا شهر خاروق بدخشان، این ارزنده است. یک روز باشد هم در آنجا راه سیر کرده باشیم هم، حتی در یک روز ما سفری در داخل ماشین باشیم هم، این ارزنده است. آن منظره که ما در آنجا می‌بینیم، این لحظه هایی که ما حاضر
با یک هیجان گفته ایستادم. البته خاطره های جالب ترین حیات خود را میرسانم. این منظره، لحظه، آن مهمان نوازی که مردمی بدخشان با دیگر جوانان، عموما با همان مهمانایی که از دیگر منطقه ها، از خارجه هم با این منطقه زیبا منظر سفر میکنند، ناگفتنی است. طرح خانه های زیبای مردمی بدخشان، کوچه های زیبا، هوای مصفا و از همه جالبترینش همین است که ما باغ بوتانیکی پامیر که در دنیا جای دوم را اشغال میکنه، در همان جا رفته از تمامی آن رسانه‌های های نایابی که هم به کتابی سرخ تاجیکستان و هم به کتابی سرخی که در سطح بین الملل تشکیل کرده شده است، این درخت ها، این منظره های گوناگون و همون رسانه ها را ما دیده و راحت میبریم. وقتی که این راه را شما میبینید، این حالت به شما میافته، یک حسی وطن دوستی، حسی وطن پرستی، مهر و محبت نسبتی تحصیل کردن، سفر کردن نسبتی وطن باز هم بلند میشد، افزون میگردد. خود را همچون یک جوانی وطن دوست، وطن پرور دوچند حس میکنه. آفرین. بسیار نفرها میگن مبلغ زیاد ندارن که به استراحت به دولت‌های خارجی روم، یعنی که برای سیاحت. ما توصیه میدیم که امروز در تاجیکستان جایهای تاریخی و زیبا، منظره‌های جالب و استراحتگاه‌های مخصوص هزارها است در مقیاس تاجیکستان. آنها میتوانند خواه منظره باشد، خواه جاهای استراحت باشد، هم طبابتگاه میتوانند آزادانه رفته با دل گشاد البته استراحت کنند، طبابت گیرند، بگذار سیاحت کنند. من توصیه میدادم که اول تاجیکستان خودمون رو بینیم، از زیباییش دیدن کنیم و بعدا وقتی که تاجیکستان رو دیده با قلب میگن سیر میشویم، بعد میتوانیم از امکانیت مالیوی خودمون استفاده برده به دولت‌های همسایه بیرون از اون البته سفر کنیم. خب ایدئال شما در زندگی کی است یا چی است؟ ایدئالی من در زندگی گفته میتوانم با دلی کامل مادرم هست. میدانید وقتی که من در صنف 4 تحصیل میکردم، مادرم در همانجا گفته بودند که فرزندم، وقتی که تو خودت علاقه به صنف‌های کلانی یعنی صنف 5 میگذاری، باید از همین لحظه، از همین ثانیه ها تو آغاز کرده در آینده چی کسب را نایل گشتن میخواهی انتخاب کرده باشی. وقتی که ما میتوانیم از همین خردسالی، یعنی در همین صنف‌های خواه 5 باشد، خواه 6 باشد، خواه 9 باشد، انتخاب کسب آینده خود را دیده باشیم، انتخاب کرده باشیم و توانیم به آن نایل گشتن، این میتواند یک موتیواسی بزرگ، یک تکانی بزرگ برای باز هم علم خود را آموختن نایل کرده باشد. من یک چند جمله خیلی هم خوبه از بزرگان خود را میدانم که در یکی از سفرهای خارجی به من گفته بودند. 11 ساله که ما در مکتب تحصیل میکنیم، این قدم های اولینی ما در جاده علم آموختن، تحصیل کردن، دانش اندوختن به حساب میرود. با انتخاب پدر مادر ما میرویم. راستی گپ، مکتب را پدر مادر انتخاب میکنند، لباس های بهترین را برای علم آموختن، مواد های درسی را برای علم آموختن پدر مادر خرید کرده میدهند و به صنف 1 به این یا آن مؤسسه‌ای که پدر مادر انتخاب کردن ما میرویم و 11 سال در همانجا تحصیل میکنیم. ولی آن 4 ساله که ما در دوره دانشجویی تحصیل میکنیم و علم می‌آموزیم، کسب خود را صیقل میدهیم، این علاقه انتخاب خودی ما است. وقتی که ما کسب دوست داشته خود را، هنری دوست داشته خود را با دل خود، با مهر محبت خود انتخاب میکنیم، ما یگان بار کار نمیکنیم، تنها به راحتی خودمون فعالیت میبریم. وقتی که ما کسبی را انتخاب میکنیم که با آن شوق نداریم، هوس نداریم، رغبت نداریم، این به ما عذاب میدهد. ما باید تمام عمر تا مرده رفتن باید کار کنیم، یعنی این کار کردن یک باری وزین در کتف ما میشود. وقتی که این کسب به ما پسند است، معقول است، رغبت داریم نسبت این کسب، این کار کردن نیست، یعنی انتخاب درستی، یعنی که کسب است. بله، باید کسب رو باید درست انتخاب کنیم. بله، واقعا این درست است. و امروز من یک سوال باز هم مشکل تر میدهم، همین محبت پدر مادر فرقیت دارد از هم دیگر به فکر شما؟ بله. چگونه؟ پدر مادر این همون اولین محبتی که کودک در بیت خودش میبیند. مهر مادر ناگفتنی است، تکرار نشونده است. با یک سخنهای ناچیزی که امروز هزاران هزار شاعران و ادیبان و نویسندگان بیان میکنند مهر مادر را،
حتی استاد بزرگداشت ما لایق شلی هم در اثرهای خودشان با اثری خودشان مادرنامه نیز در همونجا مهر مادر را بیان کرده باشند هم این فکر میکنم کم است، دست نارس است. ولی مهر پدر نیز برابر مهر مادر چنین است. پدر این شاهستون خاندان است. هر یک قدمی که شما در زندگی میمونید با دعای پدر با دعای مادر آغاز میگردد. به سبب پیرو به دولتی ما نمیگویند که به دعای پدر مادر، به دعای پیری خاندان، به دعای والدین یگان کار را آغاز نکن. وقتی که به دعای پدر مادر ما کار را آغاز میکنیم این به مقصدی گذاشته ما نمیرسد. وقتی که پدر مادر از ته دل با مهر و محبتی ناگفتنی با یک سخنهای جالبی در از ته دل میبرآمده به فرزند خودش یگان نقل میکند، یگان تربیه، یگان سخنهای تربیه آور، نصیحتی بزرگی پدر مادر میکند، این علاقه دیگر است. آن ما چی فکر و عقیده که با یک مقصدی خاصه که از خانه قدم مانده به کوچه میبریم با دعای پدر مادر باشد به آن نائل میگردیم. البته نائل میگردیم زیرا که دعای پدر مادر از همه بزرگ است. ولی محبت آنها هرچند که فرقیت داشته باشد هم پدر در مضمون یک است. در مضمون یک است. ولی یک چیزی رو باز میگم، وقتی که پدر خودش علاقه به شما یک سخنی نیک میگوید این علاقه به شما موتیواسیون میدهد که شما همچون یک جوان قوی، یک مردی نکونام، یک مردی که هم برای خدمت به وطن هم برای خدمت به پدر مادر کلان گشتن یعنی به وای رسیدن تکان دهنده می شود. ولی مهر و محبتی که مادر به شما می دهد این برای علم آموختن، سطح معرفت خود را بلند برداشتن، مهر و محبت و پرورشی عائله را در جیب خودتان در دل خودتان پروریدن راه اندازی می کنند. آفرین. امروز امیر جان در کدام آزمون‌های وطنی شرکت ورزیدگی است؟ من در کدام آزمون‌های بود که شما شرکت ورزیدید؟ موفق گشتید؟ کدام آزمون‌های وطنی؟ بیشتری آزمون‌ها شرکت می‌ورزیم، همچون شرکت ورزنده، همچون اعضای کمیسیه در بعضی آزمون‌ها شرکت ورزیدگی هسته و اولین آزمونی که در سطح جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من شرکت ورزیده بودیم در نومیناسیون راویگی در سطح ولایت جای دوم را اشغال کرده، همچون برای تجربه گرفتن در سطح جمهوری راه خط گرفته رفته شرکت ورزیده آمده بودیم. صاحب جای افتخاری گردید؟ بله، در جمهوری باشد همچون صاحب جای افتخاری اشغال کرده آمده. از قبیل کتاب هایی که مثلا بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت، فروغ صوفیدانای کتاب است، تاجیکستان وطنی عزیز من، علم فروغ معرفت و باز چندین آزمون های جمهوری، شاهنامه خوانی مثلا و حاضر باشد و بهترین داننده اثری تاجیکان. همین آزمون ها آمادگی دیدی ساده ایم که در سال 2026 شرکت ورزیده جایهای بزرگترین یعنی از شاه جایزه نباشد هم جایهای افتخاری یک یا دو یا سیوم جا رو اشغال کردن در دل نیت داره و به این موفقیت. خب من در این لحظه بسیار میخواستم در یک فضای محبت، در یک فضای یکدیگر فهمی درباره تاجیکستان صحبت کنیم. خب زیر مفهوم کلمه تاجیکستان چی رو میفهمید شما؟ تاجیکستان پیش از عقیده خود را آیدین بیان کردن از استاد حقنظر غایب من یک بیت را قرائت میکنم که این بیتی دوست داشته ترینی من است. در کجای نباشم خواهم نخواهم یک مرتبه همین بیت را من قرائت میکنم با تمام استعداد. با تمام استعداد. خب استاد حقنظر غایب در کتابی صنفی چهارم که تربیه وطن پرستی نام دارد در همونجا نوشته است که حالا این در برنامه وزارت معارف وجود ندارد ولی ما در وقتی که تحصیل میکردیم همین کتاب را در سایت تربیوی از کتابخانه مکتب گرفته همین شعر به من پسند آمده بود از یاد کرده بودم. چون این گفته است: تاجیکستان تو بزرگی، گرچه در پهنای دنیا جای تو کهپاره های تنگ بود، تخت و بختی جمله فرزندانی تو کوه بود و سنگ بود، لیک در فضل و خیرت بیکران بودند پهناهای تو، ابتداهای تمدن بود در مأوای تو، گوییا که در جهان باری نخست سنگ چقماقی تمدن زد به سنگستانی کوهستانی تو،
جست برق جاویدان از جان تو، ظالمی امید تو، ارمان تو. این است شعر استاد حقنظر غایی که تحلیل میکنید. انا همین البته در سوال شما من همین شعر رو مخصوص آوردم که باید بعد همین شعر رو تحلیل کرده میگم. میگه تاجیکستان هرچند که در دوره سامانیان و در اجدادی اولین ترین دولتی بزرگترین بود، نیمی دنیا تاجیکان بودند. در عصر 21 تاجیکستان در یک بین 93% کهسار است، ولی این نشانه از آریایی، از تاجیکی، از مردمی تاجدار بودن تاجیکستان است، از مردمی با فرهنگ، با عرف و عادت‌های قدیمی ترین داشته، با تاریخی کهن داشتنی مردمی تاجیک را نمایان کننده همین شعر را استاد حقنظر غایب نوشتند. و هرچند که مساحتی خرد داشته باشد هم آن امکانیت هایی که تاجیکستان امروز دارد هزاران هزار دولتی دنیا این را ندارد. همین را من میگم استاد عبدالله رهنما در یکی از برنامه‌های خودشان گفته بودند در برآمدهایشان در دنیا بیش از 2000 دولت ها وجود داشته باشند هم، یعنی ملت ها وجود داشته باشد هم، همگی از 100% 2% آنها دولت است. یعنی دولت عنوان دولت را به خود گرفته توانسته است و ما باید فخر کنیم که امروز تاجیکستان به داخل ان همین 2% که دولت نام میبرد گذاشته شده است. تاجیکستان هم یک دولتی بزرگ است. از مساحت ما گپ نمیزنیم، ما بوی هستیم از آن معدن هایی که در کوههای تاجیکستان هست. قریب که همه آن عنصرهای شیمیایی که در سیستم مندلیف هست در کوههای تاجیکستان هست. این ثروت و دولتی بهبهاگری ما در همین جا هست. ما تنها جوانان باید کوشش کنیم، علم آموزیم، متخصص های ورزیده ترین در این یا آن ساحه باشیم تا اینکه از تمام امکانیت هایی که در تاجیکستان هست، از آن معدن هایی که در کوه های تاجیکستان هست، از آن ثروت هایی که ما داریم آنها را استفاده بریم. تاجیکستان بزرگ ما را باز هم پیش بریم، امکانیت های نادرترین را در اینجا ما ساخته باشیم. خب امیر جان، در این لحظه سخن می‌باید تاجیکستان را تا چه اندازه دوست می‌دارید؟ تاجیکستان را با همان اندازه دوست می‌دارم که پدر مادر را قلب می‌کنم، با قلبی خود بیان می‌کنم. دوست داشتن را نسبت وطن، نسبت تاجیکستان عزیز خود با یک دو سخن‌هایی که ما بیان می‌کنیم کفایه نمی‌کند. راستی گپ مهری که ما نسبت وطن داریم با بیانیه 1001 سرود، با بیانیه 1001 داستان یا گفتنی من پیشبرنده تاجیکستان هستم، پیرو پیشوای ملت هستم گفتن با سخنهای خالی، این هیچ است. در عمل نشان دادن در کار است که ما تاجیکستان را دوست می‌داریم. وقتی که من همه وقت در چاره‌بینی‌های سطحی بین الملل شرکت می‌ورزم، خواه در داخل تاجیکستان تشکیل کرده شده باشد، خواه بیرون از آن، من کوشش میکنم پرچم تاجیکستان را با خود در آنجا برده باشم. یک تاریخ و یک گوهری که در تاجیکستان هست، لباس ملی که ما داریم هم زنانه هم مردانه، ما با البته دلیگاتی کلان سفر میکنیم، من همه وقت در همه جا با خود لباس ملی تاجیکانه را میبرم. چپانی ملی تاجیکانه با زردوزی است، با میسگری هست، یا اینکه کلاهی که تاجیکستان را با کلاهی مردمی بدخشان، با کلاهی منطقه ختلان، با کلاهی منطقه سغد باستان میشناسند. البته آنها را با خودم به سفر میبرم و وقتی که در یگان این یا آن چاره‌بینی شرکت می‌ورزیم یا اینکه در یگان تلویزیون ما برآمد میکنیم، اینترویو میدیم، در همونجا البته من با خودم یک خردکک باشد هم جهازی از تاجیکستان را دارم. بله. حدی اگر نباشد همون کلاهی که من به آن فخر میکنم و آن را همه وقت در همین چاره‌بینی‌های سطحی بین الملل به سر میاندازم، میبرم، میپوشم و مردمی که میبینند که ما از تاجیکستان آمدیم خودی آنها آمده با ما سخن میکنند، درباره تاجیکستان میپرسند، درباره امکانیت‌ها در تاجیکستان میپرسند، درباره عموما خلق تاجیک، تاریخ تاجیک، درباره منطقه تاجیک میپرسند و فکر میکنم انا همین با خود بردن نشان از تاجیکستان، همین پرچم ملی ما، قرائت کردن سرود ملی یا اینکه همان به سر کردن لباسهای ملی یا کلاه تاجیکی، این است مهری وطن دوستی، وطن پرستی، با سخن نه، با عمل بیان کردن دوست
داشتن، محبت نسبت وطن داشتن و فخر کردن از همین تاجیکستان و تاجیک بودن در همین است. اینک این سوال‌های رمزی برنامه است. 10 کلمه پیشنهاد میکنم، بعدا وقت ما خیلی کم مونده است که به برنامه خاتمه بخشیم. که دردانه های گوهر. که این دردانه های گوهر. خب که در تاجیکستان خیلی هم بسیار می باشد. خب محبت نسبتی پدر مادر، نسبتی وطن، نسبتی خدمت به خلق. شاعر نفرانی بزرگترینی که امروز تاجیکستان را با شعرهای ناب خودشان در سطح بین الملل بیان میکنند از قبیل فرزانه خوجندی. خب شاعر گفتیم. راننده نفری که مسافران را به این یا آن نقطه های مملکت برده میرساند. آفرین. خب چرخبال این آرزوی دیرینه من است و یک بار سفر کردن با چرخبال به منطقه های دوردستی کوهی این راه ها را نزدیک کردن حساب می رود. ابر این موادی که پر از آب می باشد و گردش آب را در طبیعت تامین می کند. زمین گوهری نایاب و دردانه بی‌بها در تمام سطح بین الملل در کره زمین است. خب پرنده جانزادهای نادرترین در تاجیکستان و در سطح بین الملل از قبیل طاووس و مرغ و مهتاب و دیگر. آداب رعایت اخلاق اسلوب در این یا آنجا، در این منطقه یا در آن منطقه در روند یگان گذراندن چاره بینی، در اشتراک، در مهمانداری، در روند خصلت نجیب انسان باشد. تاجیکستان وطنی من، خانه من، مهنی من. خب درخشان برنامه بهترینی تاجیکستان. آفرین. احسان میگم. چقدر سوال ندیدم، من باوری دارم که از هر کلمه شما حتی انشا هم می نویسید و متن هم می نویسید باشد. من در این لحظه بسیار خوش میکردم یک شعری دوست داشته خود را با تمام استعداد و مهارت که امروز قابلیت شعر گفتن دارید، یعنی صدای خوب دارید، قابلیت راویگی دارید. تشکر. خب قرائت کنید. بیا ای دوست دیگر خود را بدخشانی و خطلانی نبشماریم، دیگر خود را حصاری و زرافشانی نبشماریم، خوجندی و دوشنبگی و رشتانی نبشماریم، که ما یک ملتیم و زاده یک مادری تاجیک، وطن ما را یک است آن تاجیکستان است، و را آباد باید کرد، و را آباد باید کرد. آفرین. احسان میگم. خب برای باز هم شوق‌آور دیدنی باب شدن برنامه درخشان به فکر شما هم یک اشتراکچی از اطراف میبینید، امروز اشتراک کردید، چی تغییر و علاوه داریم؟ برنامه خود اصلا برنامه بهترین است برای دریافت کردن استعدادهای نوین از حساب جوانان، کادرهای نو، از حساب همین کودکان، نورسان، جوانان. خیلی هم موافق است، خوب است. در سطح گفته میتونم در سطح عالی قرار دارد. ثبت برنامه را که خیلی هم خوب است، جوانهای باز هم گوناگون را دعوت کردن، نه تنها با گذاشتن درخواست بلکه با در سامانه‌های اجتماعی میبینیم جوانهای فعال خیلی و خیلی بسیار هستند، آنها را در همین برنامه ها دعوت کرده برای باز هم دریافت کردن استعدادهای نوترین از قبیل نه تنها علم‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بلکه در سمت فرهنگ، صنعت، در سمت دیزاین یا اینکه داننده خیلی که اصلی 21 اصلی تکنیک و تکنولوژی از ذهن صنعی پیشرفته ایستاده است، دانستن برنامه‌های اطلاعاتی و آموختن کامپیوترها و انمی موادهای اطلاعاتی خیلی هم برای جوانان ضرور است. از همین جهت هم جوانان را دعوت کرده به راه ماندن به فکرم باز هم خوبتر می شود. انا همین امکانیت ها را باز هم برای فراهم آوردن به ریاست تلویزیون ولایتی سوخت به خودی شما سلام باشید. گروه ایجادی دسته نواربرداران اظهار منتداری میکنم که برای خود را باز از دیگر جهت ها نشان دادن، بیان کردن و نه تنها در یک منطقه معین یا تاجیکستان بلکه این برنامه را از خارج کشور هم دوستان هم میبینند، آنها هم میپرسند که آیا آنها نیز اشتراک کرده میتوانند در چنین برنامه‌ای که در تاجیکستان هست. میپرسند
البته شاید ممکن باشد شاید ممکن نباشد نمیدونم، ولی من به آنها توصیه میدهم که آنها هم درخواست گذاشته باشند، چون که آنها هم میتوانند همچون یک جوانی وطن دوست وطن پرور میهن پرست شرکت ورزیده اقتدار خود را، نیروی خود را، آن کسب آن ملکه که آنها دارند بیان کرده میتوانند اشتراک کردنشان را میتوانند. من به آنها توصیه میدهم و این هم یک تجربه به خزینه علمی آموخته من شد. بینندگان عزیز، قهرمان برنامه ما بودن میرزابایف امیرجان از ناحیه دیوشتیش که لیاقت خوبی البته شیرخونی رویگی و همزمان جوان وطن دوست که علاقه در عرصه سیاست به جوانیشون نگاه نکرده به یک سمت معین قدم های استوارانه خود رو میگذارند. پیش از همه فرزند دوست داشته پدر و مادر، فرزند صادق همین وطن، شاگرد اصیلی استادان و دارنده یکچند افتخارنامه و سپاسنامه‌ای که با زحمت های شبانه روزی خودشان، پدر و مادرشان، استادانشان به دست آوردن اشتراک داشتن. بار دیگر خوش آمدید و در بابت آنکه امروز به برنامه درخشان کی اشتراک کرده میتونه، هر نفر کودک، نورس، جوانی که دارای استعداد و لیاقت است میتواند در کدامی جنبه هنر نباشد به رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است یا در صفحه اجتماعی برنامه درخشان که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام با اسم برنامه درخشان تلویزیونی ولایت سوخت البته ثبت شده است، می توانید مراجعت کنید. ما شما را البته با یک قلبی گشا دعوت میکنیم و استعداد و مهارت شما را به مانند قهرمانی امروز البته امیرجان معرفی میکنیم. خب از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت که همکاری بواسطه برنامه ما هستند، جام برنامه درخشان تقدیم البته شما میگردد، چون بینندگان عزیز میگویند سلامتی این ثروت بی‌بها است. خود را احتیاط کنید. خیر.